سرخط مهمترین خبرها دادستان نوی ختلان را معرفی کردند. هلاکت 6 کارگر افغانستانی در تاجیکستان و صحنه‌سازی ابله در توی سبب بازداشت 5 نفر گردید. سلام بینندگان عزیز، با امید روزگاری خوش برای شما برنامه نویدی بامدادی را آغاز میکنیم. امروز 6 نوامبر سال 2025 است. ژنرال اکرامزا ارزاده دادستان نوی ولایت ختلان تعیین شده است. نام او روز 5 نوامبر در ملاقات دولت سید رئیس ولایت ختلان با رهبران نهادهای حفظ حقوق در منطقه صدا داد. ارزاده از ماه ژانویه سال 2024 تا این دم دادستان ولایت مختار کوهستان بدخشان بود. از آن پیش در مقام سرپرکرور حربی تاجیکستان کار کرده است. دادستان پیشین ختلان عوض نظرزاده روز 3 نوامبر با اتهام کرداری که شأن و شرف کارمند مقامات حفظ حقوق را پس میزند از منصب آزاد و از مقامات پرکراتور رانده شد. دفتر مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان روز 3 نوامبر رعایت نکردن سندهای معیاری حقوق صحوی را از دلیل‌های دیگری تصمیم دانست. معلوم نیست که نظرزاده با چه کار یا رفتار شأن و اعتبار مقامات حفظ حقوق را در تاجیکستان پس زده است. در گذشته بعد این گونه تصمیم‌ها چند دادرس برای رشوه‌خواری جزا گرفتند. بعضی رسانه‌های ایران و افغانستان گزارش دادند که در پی ترکش در یک کان انگشت در تاجیکستان 6 کارگر افغانستانی هلاک شدند. با گزارش خبرگزاری تسنیم حادثه 3 نوامبر در یک از کان‌های انگشتی ناحیه عینی رخ داده است. و قبل این منبع در وقت رخ دادن ترکش 6 کارگر در داخل نقب یا تونل بودند و همه‌شان جان باختند. جسد قربانیان از زیر خرابه‌ها تا حال بیرون آورده نشده است و با گزارش تسنیم عملیات نجاتی ادامه دارد. 5 نفر از قربانیان ساکنان ولایت دایکنده و یکی دیگرشان از غور بوده است. مقامات تاجیکستان درباره این حادثه خبر ندادند. در کمیته حالات فوق‌العاده و هم نمایندگی این نهاد در ناحیه عینی از این حادثه بی‌خبری کردند. این بار اول نیست که کارگران افغانستانی در تاجیکستان هلاک می‌شوند. ماه می امسال 8 کارگر افغانستانی در یک کان انگشت در ناحیه عینی جان باختند. آن وقت سبب حادثه ترکش گاز درونی کان گفته شد، اما مقامات تاجیکستان آن وقت نیز از این حادثه بی‌خبری کرده بودند. متخصصان اداره آب و هواشناسی تاجیکستان میگویند پیریخ دهدل که چند روز پیش یک پاره بزرگش کنده شده بود تا حال در حرکت است. آژانس آب و هواشناسی 5 نوامبر بر اساس تصویرهای ماهواره خبر داد که از 1 تا 3 نوامبر پیریخ تا به حال در حالت ناموازنتی قرار داشته به حساب میانه دوام 3 روز اخیر به اندازه 72 متر به پایان حرکت نموده است. و گفته متخصصان با نظرداشت وضع آب و هوا و زمین لرزه روز 3 نوامبر حالت پیریخ عین حال پیشگویی نشونده ارزیابی گردیده نظارت آن ادامه دارد. مقامات گفتند ادامه یافتن حرکت پیریخ احتمال سر زدن آفت‌های طبیعی در منطقه‌های پایان آب را زیاد کرده است. روز 25 اکتبر یک پاره عظیم از پیریخ دهدل در قطارگاه اسماعیل سامانی کنده شد. در روزه پیریخ جدا شده 1.5 کیلومتر بوده، بلندیش 50 متر بود. نمایندگان آژانس هواشناسی تاجیکستان گفتند سبب اساسی کنده شدن پیریخ بلندشوی حرارت هوا و نبودن بارشات در دوره طولانی می باشد. این حادثه تلفات جانی و خسارات در پی نداشت، اما با گفته متخصصان بر اثر بارش باران‌های سخت و تکرارا کنده شدن پیریخ از بدنه پیریخ بزرگ آن می تواند به برخی دهه‌های جماعت دهاتی قلعه لبی آب خطر داشته باشد. در ولایت ختلان 4 جوان را برای پخش نوار از صحنه‌سازی سربازشکار یا ابله جزا دادند. روز 3 نوامبر نوار بر شبکه‌های اجتماعی راه یافت که در آن دیده می شود گروهی از مردان جوان را در داخل ماشین نگاه می دارند. مؤلف ویدیو نوشته بود که کارمندان کمیسریات یک جوان را در وقت توی بازداشت کرده به ارتش بردنی هستند. وزارت دفاع تاجیکستان و ریاست کارهای داخلی ولایت ختلان در واکنش رسمی گفتند ویدیو به دعوت سربازان به ارتش ربط ندارد و یک شوخی تویانه بود. همکارم زرنگیز نوروزشاه موضوع را آموخت و قبل از برنامه با او صحبت داشتم. نخست از او پرسیدم که حادثه کی و در کجا رخ داده است. با گفته شاهدان و هم مقامات کارهای داخلی نوار روز 2 نوامبر در دهه مهنت‌آباد ناحیه همدانی در وقت توی ثبت شده است. در این نواری که شاید بسیاری کاربران رجای آزادی هم دیده باشند، چند نفر ماشینی را گیر کردن نمیگذارند کسی از داخل آن بیرون شود. مؤلف ویدیو میگوید در داخل ماشین جوانی است که در روز توی عروسیش مجبوری به خدمت جلب می شود. ریاست کارهای داخلی ولایت ختلان 5 نوامبر گفت 4 جوان در وقت توی سلطان سیدعلیف را با مقصد صحنه‌سازی و شوخی‌های بی مورد به ماشین سوار کرده به دیگر جای میبرند و بعد رها میکنند.
در نوار دفتر مطبوعات وزارت مدافعه این جوانان اعتراف میکنند که این ویدیو را برای شوخی با داماد ثبت کردند. معلوم نیست که این جوانان تحت چه شرایطی این اقرار را کردند. 2 نفر از این جوانان میگویند در ارتش خدمت کردند و در جای حادثه کارمندان مقامات نبودند. ریاست کارهای داخلی ولایت ختلان گفت 4 جوان برای پس زدن شأن و اعتبار داماد 10 شبانه روز حبس شدند. مؤلف این نوار که به گفته مقامات با این کارش به شأن و شرف ارتش داغ آورد به جوابگری جنایتی کشانیده می شود. در موسم دعوت امساله تیرماهای این اولین نوار است که به شبکه‌های اجتماعی راه می‌یابد و آن را به سرباز شکاری و ابله و ربط می‌دهند. از همکارم زرنگز جزئیات یکی از این نوارها را پرسیدم. بله، روز 21 اکتبر نواری در شبکه‌های اجتماعی پخش شد که در آن گروه از ساکنان یک محله در کلوب تلاش کردند از ابله و یا جلب مجبوری جوان به صف ارتش جلوگیری کنند. در این نوار دیده می شود که چند مرد با لباس معمولی مثل ساکنان جوانی را مجبور به جای بردنی‌اند. وزارت مدافعه روز 23 اکتبر در واکنش گفت این حادثه به ابله و یا سرباز شکار ربط ندارد، بلکه لحظه بازداشت یک گمانبر در فروش مواد مخدر لیریک است. اما نزدیکان سنت الله میرزایف، جوانی که لحظه بازداشتش در نوار ثبت شده است، حرفهای مقامات را رد کرده گفتند او به فروش مواد مخدر یگان ربط ندارد و حتی نوس و سیگار نمیکشد. خدمت در ارتش برای جوانان از 18 تا 27 ساله حتمی بوده. سرپیچی از آن جوابگری جنایتی را پیش بینی می‌کند. دعوت به ارتش باید طبق مقررات قانون با فرستادن دعوتنامه صورت بگیرد. جلب مجبوری نیز از شیوه‌های غیر قانونی به ارتش بردن جوانان است که سالها باز در تاجیکستان ادامه دارد.  وزیر دفاع روسیه به ولادیمیر پوتین پیشنهاد کرده است که مسکو آمادگی‌ها برای آزمایش سلاح هسته‌ای را فوراً آغاز کند. اندری بلیاوسوف 5 نوامبر در جلسه شورای امنیتی روسیه گفت این آزمایش پاسخ به ایالات متحده آمریکا است. با گفته بلیاوسوف، آمریکا از توافق‌ها برای کاهش تسلیحات خارج شده برای ساختن موشک‌های نوی قاره‌پیما با کلاهک هسته‌ای کار می‌کند. ولادیمیر پوتین به وزارت‌های کارهای خارجی، دفاع و مقامات امنیتی دستور داده است که پیشنهادهای خود را برای آمادگی به آزمایش سلاح هسته‌ای پیشنهاد کنند. دونالد ترامپ آخر ماه اکتبر به وزارت جنگ آمریکا دستور اثرگیری فوری آزمایش سلاح هسته‌ای را داد. این تصمیم با واکنش‌های در سطح جهانی روبرو شد. ترامپ سبب چنین تصمیم را برنامه‌های آزمایشی دیگر کشورها دانست و انجام این آزمایش‌ها را ضروری خوانده. گفت که تا آمریکا از رقیبان هسته‌ایش عقب نماند. ایالات متحده از سال 1992، روسیه از سال 1990 و چین از سال 1996 آزمایش سلاح هسته‌ای انجام ندادند. بخش یک روز تاریخ است که مهمترین تحولات تاریخی در روز 6 نوامبر را فرا می‌گیرد. 6 ноябри соли 1994 Конституцияи Тоҷикистон қабул шуд. Конституцияи Тоҷикистон 3 бор тағйир дода шуд. Дар райпурсиҳое ки созмонҳои байналмилалӣ ношаффоф номиданд, муҳлати президентӣ аз 2 давраи 5 сола ба 2 давраи 7 сола иваз карда шуд ва президент Эмомалӣ Раҳмон ки пешвои миллат ном гирифт, ҳаққи бемаҳдудият дар интихоботҳои президентӣ номзад шуданро пайдо кард. Дар таҳрири 3-юми Конституция фаъолияти ҳизби динӣ, манд ва ба шахсони 30 сола иҷозаи иштирок дар интихоботи президентӣ ва узвият дар Маҷлиси миллӣ дода шуд. писари Эмомалӣ Раҳмон, Рустами Эмомалӣ, дар 33 солагӣ раиси Маҷлиси миллӣ ва амалан шахси дуввуми ҷумҳурӣ гардид. 6 ноябри солҳои 2006 ва 2013 дар Тоҷикистон интихоботҳои президентӣ баргузор шудааст ки ҳар дафъа Эмомалӣ Раҳмон барандаи он эълон шуд. Ин ва дигар интихоботҳои президентӣ ҳарчанд бо ҳузури расмӣ чанд номзади дигари курсии президентӣ баргузор шудааст, ҳеҷ як интихоботро мутобиқ ба меъёрҳои интихоботи воқеӣ ва демократӣ эътироф накардаанд. 6 ноябри соли 1948 зодрӯзи ҳунарпеша ва коргардони театру синамо, барандаи телевизион ва радио Нурулло Абдуллоев аст.
این هنرپیشه دهها نقش را بازی کرده. نقشش در نمایشنامه‌های تئاتری علامه ادهم و دیگرها، شاه اسماعیل سامانی. کارش در فیلم‌های در آرزوی پدر و تقویم انتظاری خاطرماند میباشد. سال 2005 به عنوان هنرپیشه مردمی تاجیکستان قدردانی شد. صبح امروز در بانک‌های تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسیه به 111 سامانی برابر از $100 آمریکایی باشد تا 920 سامانی ارزش دارد. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای 6 نوامبر چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، به پایان برنامه نویدی بامدادی رسیدیم. در این روزهای استراحت برایتان فراغتی خوش خواهانم. تا فردا، خدا نگهدارتان.